این انبوه زیادی کارمندان حفظی حقوق نه برای سر زدن کدام حادثه بلکه برای نظارت تخریب قهوه‌خانه آمدند. صبح 4 ایون مقامات با شمول کارمندان حفظی حقوق آتش نشانی و هم ساختمانچیان به تخریب قهوه‌خانه دیدار شروع کردند. صاحب ملکان دیدار میگویند قهوه‌خانه بیش از 35 سال باز فعالیت میکند و همه حجت‌های لازمی را دارند. پافشاری صاحب ملکان برای تخریب نکردن نتیجه نداد. در کدام اساس ما در دایره قانونیم، از قانون بیرون نیستیم. همین زمین ما حجتی ما اگر زمین ما در کار باشه مرحمت گیرند جبران پولی میاتیم ما میبریم در دیگه جا آباد میکنیم باز همون در حکومت شهر میگذاریم. فقط مراجعه به رسته عملی داریم که بعد دو ما برسه التماس که یک حجتی ما یک نظر گذرونه تمام. مقامات گفتند این آشخانه را با سبب غیر قانونی بودن و هم در زیر خط بلند شدت برق جایگیر شدنش تخریب میکنند. هیئت مقامات با رهبری رئیس ناحیه اسماعیل سامانی در محل حادثه حضور داشتند. ما را در محل حادثه نگذاشتند تا با مسئولان مقامات صحبت کنیم. در این قهوه‌خانه حدود 30 نفر کار میکردند. این قما همه بیوه و صغیره ها در اینجا کار میکنند. در یک 7 ماه 3 کس آیا اویله همین صاحب ملک گذشتگی 25 تا صغیره داریم. باور کنی همه بیوه زن و صغیره ها مونده. چیکار کنیم کجا رویم؟ به درد ما فقط جناب میرسه ما تا پیش اوی رفتن نمیمونند. در قرار رئیس شهر دوشنبه آمده است که قهوه‌خانه دیدار با سبب خودسرانه ساختنش از حساب صاحب ملک تخریب شده جبران پولی پرداخت نشود. صاحب ملکان میگویند مکان امروزه قهوه‌خانه دیدار از سال 1984 همچون دکان فروش نوشاکه بنیاد شده در سالهای بعدی وسیع شده و سال 1996 خصوصی شده است. نالوگ قرضدار نیستیم. نالوگ 13000 نالوگ میسپارم. 13200 سویت میسپارم. پول آش هم میسپارم. هر ماهی روان حجت بردارن که کنیم ای کدام ساختار قرضداریم. یگان ساختار ما قرضدار نیستیم. ما سری وقت یاردمون میرسونیم. قهوه‌خانه دیدار در چهارراهه وطن اساس جایگیر بوده یکی از مکان‌های پر ازدحام است. انشاءات‌های اطراف این قهوه‌خانه هم برای وسیع کردن کوچه تخریب شده‌اند. شادمان یتیم، علیشیر ظریفی، آزادی دوشنبه.